ولات روسیای را گهاند که تو گرنگیا بچکرنا کردان جالی امریکای تونیه و برپرسکی امریکی پلبلنجی گوت که بریارا بچکرنا کردان بریارک شاش بو. سروک روسیای ولادیمیر پوتین ایرو دوشنبه دو کنگرکی روزنامه‌وانی ده لپای تختا چینی را گهاند که روسیای تو گرنگی نابینه درباری بچکرنا کردان آنگو چکدارین سوریای دموکراتیک و پیده جالی امریکای و پوتین هروها گوت که روسیای و بردوام بد پیوندین خواه بکردان را آنگو پیده و چکدارین سوریای دموکراتیک و سربار کر که تو آتش مطرسیا ترکیه نینه. هر دوی درباره دجی امریکای هفتیا بوری تکس کرو بو که اوه چکدارین سوریای دموکراتیک و پیده بچک بکه تا که دست بریزگار کرنا باجار رقای بکن جری خستنا داعشه. جالی خواه ولات ترکیه جی اف گاورت کر و مطرسیا خواه درباره بچکرنا چکدارین سوریای دموکراتیک و پیده دادیار کرن جبردنارین آویده ری خستنه که تروریه. جالی خواه بالیوز امریکی بریل سوریه روبرت فورد گوت گره و بریا سروک امریکای دونالد ترامپ شاش بود بریارا هفکاریه به پارتیا پیدیره. نافبوری هروها آمجه کر که دوسیا پیشکش کرنا آلیکارین لشکری جبو چکدارین پیده جالی امریکای و بشه هری مزنبه جلوتکیا سروک امریکای ترامپ و یه ترکیه رجب طیب اردوغان یا کو بریاره ده حفظیا بیده وارلی دار خستن. فورد بالکشاند سرویه که پشتوانیا امریکای جه پارتیا پیدیره و به چکرناوی تبیکو ترکیه لدجی وی پینگاویه و یکی ردکه و روشه لدوره ده پیش روژه ده آلوز بکه. هجای گوتنیه سیشن بابوری وزارت بروانی یا امریکی پنتاگون را گهانده که سروک امریکای دونالد ترامپ بریارا پیشکش کرنا چکان جبو پارتیا پیده دایه و ریدا پنتاگونه که چکدارین سوریای دموکراتیک و پیده بچک بکن اگر پیویست بو جبو شارع لدجي داعش لا باجاري رقاية. لافا عبدو آرك.